سلام و وقت بخیر به همراهان عزیز حسابداری روشن. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بریم برای پارت 2 از آموزش اکسل مقدماتی. در اینجا ما یک تاریخ نوشتیم، به میلادی هستش. حالا میخوایم ماه و روز هفته رو هم در کنار این تاریخمون بنویسیم. بعد چی کار کنیم؟ روی همون قسمت نامبر دیت کلیک میکنیم. بیایم پایین رو قسمت لانگ دیت مجدد کلیک میکنیم و حالا ببینید روز هفته و ماه رو ما در اینجا داریم. خب بریم حالا یه قابلیت جدید دیگه از این قسمت نامبر رو با هم دیگه یاد بگیریم. من یه عدد نوشتم 28000. حالا میخوام این عدد رو به واحد ریال بنویسم. روی این قسمت آیکونه که شبیه یک اسکناس و چند تا سکه است کلیک میکنم. اگه دیدین گزینه اول نوشته ریال پرژین ایران تو پرانتز نوشته. خب یعنی میتونم به واحد ریال بنویسم. تو اون قسمت بالا نوشته که تا چند رقم اعشار به ما عدد رو نشون میده. یک 2 نوشته شده. اونو حتما یادتون باشه که به 0 تبدیل کنین. صفرش کنین در واقع. الان من ریال رو انتخاب کردم و ببینین الان عدد من 28000 ولی 2 تا صفر هم بعدش اومده، یعنی تا 2 رقم اعشار بعدش رو هم مینویسه. 2 تا صفر اضافه خودش مینویسه. حالا اگه بخوام من این عدد رو به درصد بنویسم، کافی کنار روی همین آیکونه که شبیه درصد کلیک کنم. اون پایینم که میبینین من مثلا میتونم 2 رقم اعشار اضافه کنم یا کم کنم. خب حالا فکر کنید من یه عددی مبلغی رو اینجا مینویسم و میخوام که جدا از هم باشه دیگه. 3 رقم جدا کنم. عدد رو مینویسم رون گزینه اون شکلی که شبیه کامای کلیک کنم، کامل خودش برام 3 رقم جدا میکنه. خب بریم یه ذره کار رو چالشی تر با هم دیگه انجام بدیم. یه کمی کار رو برای خودمون راحت تر کنیم. ببینید اینجا من میام یه سری اعداد می نویسم. اینم که مینیموم کردن صفحه. خب یه چند تا عدد من اینجا می نویسم. 3 14 17 44 30 50. حالا من همین عدد رو انتخاب میکنم. میام بالا روی این قسمتی که الان موس رو قرار دادم کلیک میکنم. هایلایت میخوام انجام بدم. خب من میتونم آپشنال باشه این هایلایت من. مثلا بنویسم اعدادی که مثلا از اولی که میانگین اعداد رو به من میده رو اون قسمتی که کلیک کردم، اگر که دقت کرده باشین. حالا من میخوام بگم مثلا آقا اعدادی که از 20 کوچیک‌ترن رو برای من مشخص کن با رنگ قرمز، یا مثلا اعدادی که از 50 کوچیک‌ترن رو برای من مشخص کن، یا مثلا با زرد بهم. اینجا میتونم عدد رو رنگ رو عوض کنم. اینجا فقط عدد دیگه، سلولش عوض نمیشه. اینجا فقط خط میندازه بینشون. من خیلی وارد جزئیات نمیشم. سعی میکنم که در حد همون اکسل مقدماتی باشه که خیلی ذهنمون پراکنده نشه. حالا همین اعداد میخوام به حالت نموداری داشته باشمشون، درصدی داشته باشمشون. میبینین رو قسمت دیتا بارز که من کلیک کنم اینجوری خودش یه حالت آماری به من میده. خب حالا ما میخوایم یه دونه جدول طراحی کنیم که قابلیت سرچ کردن داشته باشه. محدوده جدول رو اول از همه باید مشخص کنیم. بعد رو قسمت فرمت از تیبل کلیک میکنیم. 3 تا ستون ما داریم. مثلا من میام توی اولی می نویسم کشور، بعد تو قسمت دوم می نویسم استان، تو قسمت سوم می نویسم شهرستان. خب من اسامی شهرها و استان‌ها و کشورها رو نوشتم که یه ذره جلو بیافتیم. حالا مثلا میخوام که اینا رو فیلتر کنم. خب فقط کافیه که بالا رو قسمت فیلتر کلیک کنم. مثلا اسم
استان و کشور رو انتخاب کنم و میبینید همه اون مواردی که اینجا بودن حذف شدن. حذف نه به معنای پاک شدن، فقط اون چیزی که من احتیاج داشتم رو بهم نشون داد.